میشه به حرمت موهای سفید من مادر نزنی بعدی. قبل قطع شدن اینترنت رفتم کلی قرض گرفتم از این و اون، بلکه بتونم جوراب بخرم و بفروشم و هزینه‌های درمانی امیررضا رو بپردازم. ولی با شرایطی پیش اومده برای مملکتمون و با اوضاع خراب بازار نتونستم جورابامو بفروشم. من موندم و حس شرمندگی بابت کلی بدهکاری. این خواهر ما رو اگه جوراب احتیاج داریم بخریم. وضعیت همه خرابه، میدونم روم نمیشه و مردم بگیم این جوراب بخرن. امروز دیگه به عشق این خواهرم، من یه پسرمه داشتم اسمش بود نوید، فوت شد. 23-4 سالش بود، همسن من بود. این خواهرزاده من الان که همین جوراب میفروشه، همین خواهرزاده هم خواهرم که جوراب میفروشه، اون بچهش انشالله عمرش 1000 سال باشه مثل نوید ما بود. نوید ما همینجوری بود، خداوند همینجوری فرشته آفریدش. انشالله خداوند انقدر به تو خواهر من قدرت بده، آرامش بده، قوت بده، انقدر به تو امید بده که هر روز این بچه رو بتونی تر و خشک بکنی. انشالله که خداوند به تو قدرت بده، زانوهای تو، کتف تو، کمر تو، بتونی این بچه رو جابجا بکنی. این بچه رو خلاصه سخته، خیلی سخته. من از نزدیک بزرگ شدم با یه همچون بچه فرشته که تو داری. هر کسی بچه مریض داره، فرشته آسمانی اینا نظر کرده پروردگارن که فرشته رو خدا دست اونا میده. چرا دست قدیر نداد؟